من به خاطر مخالفت با این مزدورم، من مزدورم. این آقا ترور کردن، دستش پکید، ادامه داد سخنرانیشو. من پای منبر ایشون میشینم، من بیدینم پای منبر این فرد میشینم، بیام بشینم پای منبر رضا پهلوی که برعکس بشه تو خونش یوگا کار بکنه؟ کم مونده دیگه بره بفرمایید شام. این رجل سیاسیه؟ این رزومه است؟ همین عزیزم اینه. اون نشسته اینور میگه بچهای مردم برید بمیرید، میره دنده میده، استایل میکشه وسط، میگه بزنید تو سر اینا هم، بزنید مردمو بزنید، مردم اسیر بیان بشن. سرباز این مملکت از بیت رهبری نمیاد بیرون، بیشعور. سرباز این مملکت، سرباز این پدافند از خونه همین مردمی که مشکل مالی دارن میاد بیرون، بیشعور. مردم رو کشتند، بیشعور. زنش تو اتاق گیریم من و تو مسخرهش میکنه، به دماغش میخنده، میگه بهتر از این نمیشه. آینده ایران من اینه. من به خاطر مخالفت با این مزدورم، من مزدورم. من به خاطر مخالفت با همچین جانور نصف مرد نصف زن بی غیرت ناموس فروش مزدورم، من مزدورم. مغز یارو برو ببین یارو چی داره صحبت میکنه. این آقا یک رجل سیاسی، اسمش ایکس، قیافش ایگرگ، هر اصلا برای من مهم نیست. این آدم صاحب اندیشه است. گرونی آب نیست، برق نیست، گاز نیست، هیچ چیز نیست، خاک تو سر بدبخت شدیم رفت. من میگم عالیه، من میگم نیست، من میگم ندارید زر میزنید، عالی زندگی میکنید. کی اینو داره میگه؟